آقا سلام علیکم به کسایی که دارن ویدیو میبینن. امروز اومدم تا یه ویدیو از هیروی ییم بدم. هیروی اولم مینم که باش خیلی خوب بازی میکنم و من وقتی میام نهی باید گریه کنم. بهتون آیتماشو نشون میدم، مدل حمله کردنشو، از اسکیلاش چجوری استفاده کنید و تو تیم فایتا باید چیکار کنید. خب اولش باید بریم ببینید ردو من میزنم اول کار. چرا ردو میزنم؟ چون بالا به نظرم منطقی تره با این ردو زدن. اول دمیجم بالا میبره بهتره. بعدش میریم این کوچولوی اینجا رو میزنیم. این ویدیو رو مجبور شدیم ریپلایش کنیم، ریپلیش کنیم، چون که نتونستم وسط بازی ویدیو بگیرم. نتونستم این وسطیه رو بگیرم. بد شد. ببین شما با این بعد با همه اسکیلاتون کار کنید، یعنی فقط کار کردن با اسکیل 3 کار غلطیه. اولتش خوبه ولی خب ببینید این اسکیل یکش هست، دوش هم هست، باید بلد باشید باش کار کنید. بلو رو میگیریم میریم 4 میشیم. اول از همه اولتو بگیریم. اول بازی باید اولت داشته باشید واسه کیل گرفتن. نگاه کردم تو ماشین اون میجه قبل از اینکه لول 4 هم بشه داره خیلی شاخ بازی در میاره. این یه اولت میزنیم روش، به فناش میدیم. اولش هم این نمیزنم، این پیوریفای داشت، حواسم نه پیوریفای داره، ولی اولش نمیزنی تا پلیکر رو هرچی داره خالی کنه. نمیدونم چرا استثنا اومد مرد والا، ولی خب من زنده میمونم. من اشتباه کردم رفتم جلو اول کار. حالا میبینید اصلا باراتون من میزدم آخر بازی میایی که ازش میخورد، کنارش استس بود بازم میخورد. یه آنجلام روشون بود اصلا میشد زدش. خب برید دوباره میریم بافو میزنیم اول. حالا آیتم اول با این بعد از کفش کلدان واسه اینکه یه اسکیل یک و دوتون بیاد و بتونید بزنید. آیتم اول انبوش یه نیزه آبی اون ما بهش میگیم انبوش. آیتم اول نیزه آبیتوری یا شمشیر چاقوی آبیتوری. آیتم اول اتکام از فکر کنم. چی کار میکنه؟ شما وقتی یه بیسیک اتک بعد هر 5 ثانیه میزنید یه دمیجی هم جدا خودش میده، به علاوه میکنه میده بر اساس حالا یه ضریبی از فیزیکال اتکی که دارید که باعث میشه خیلی وان شات تر بشه ایروتون. و همونطور که دیدید یه میج و ساپورت رو زدیم و از کیل هم نگذشتیم که 200 تا گل میداد. حالا اینجا من برنامه‌ام چی بود؟ اول بازی میج و ساپورت رو کیل میکنم. حالا مارکسمن هم بود و مارکسمن حال نکردم. میج و ساپورت رو 2 بار زدم. میج رو قبل از اینکه لول 4 شه و اولتش رو بگیره بتونه از دستم در بره 2 بار زدم که دیگه ضعیف شه از همون اول کار، از خیلی ازم ضعیف‌تر شه. انا هر موقع بیاد جلو خیلی راحت میتونم تنها بزنمش، فقط با اولتش رو خالی کنم. بعد هدف دیگه هم این بود آنجلا رو بزنم، نزنم زد. ببین نگاه کنید خیلی حواس پرت زارت. آنجلا فیلیکرش هم زد. حالا میگیریمش، بعد اینم میگیریم میزنیم، اینم میکشیم. 5 تا کیل گرفتیم، 4 تاش دست منه. این شما ببینید رپتریشن یا هم پنجه هاشون، پنجه بتل اسپل جانگلو، پنجه قرمز آبی و بنفش داریم، درسته؟ من اینجا باف ردو زدم و رفتم دوباره کیل آنجلا. اینو ضعیف کردم هیچ کار نکنم. ببین ما یه پنجه قرمز داریم، یه آبی بنفش. کارایی شوال نمیدم میدی یا نه، ولی ببینید پنجه قرمز که اتک رو زیاد میکنه 1v1 که دقیقا واسه هیل ساخته شده به نظر من. آبی انمی رو اسلو میکنه، شما رو تند میکنه. بنفش هم بر اساس اچ پی تون یه هیل اچ پی تون یه ذره برمیگرده بر اساس مکس اچ پی تون، که به نظرم پنجه قرمز باش با یارو رو ببری تو اولتت و پنجه قرمز رو بزنی همونجا یک بزنی بهتر کنی انمی رو انقدر حال میده. من همینجوری بالاتو میذارم تا آخر بازی. همین الان یه بار زدمش، 2 بار زدمش، یه بار کیش واسه خودم، دوباره آنجلا رو بردم 140 تا بگم گل میدادم. این الان بیا اینم میگیریم میزنیم، اینم 160 داد. ببین 8 تا کیل دارم فکر کنم اینجای مچ، دقیقا نمیتونم ببینم بگم ولی 8 تا کیل داشتم، خیلی قوی بودم. جوتو زدم. شما ببین میگن این ضعیفه. خب شما اسکولانه با این بازی میکنید. ببین بعد با این جلو اولا با این اکسپلین نرید،
اکسپلین تحت فشار قرار میگیرید، ضعیف میمونید و به درد نمیخورید. سخته، منم شاید برم بازم ضعیف میشم. شما باید چیکار کنید؟ یه فارم قوی تو جانگل بکنید و بعد برید سراغ کسی که میتونید بزنید و بزنید گلشو بگیرید. گلشو گرفتید و یه جوری قوی میشید که میتونید هر کسی تو انمی هست حتی تانکشون هم بزنید. این ناقه بدون ترس راحت میرم سراغ این اولت میکنم روش بدون ترس. ایزی باراتو زدیم، اینم وایستاده بود، اینم خالی میکنیم. این نباید این میاد سراغ تیم، من میگم فرار کنید. نگه داشتم در رنگی اومد درگیر بودیم، خوب پرتش کردیم که بعد تیم انمی رو نگه داشتم منو میزده. استرس مرامش بالا بود لامصب، این میمورد واسه با این بد بازی میکنن. خیلی ها که اصلا بلد نیست، همینجوری الکی میمیرن فقط. آیتمای الکی میان مثلا میگه این قویه، آیتمای من اینطوریه دیگه میزنم میبینی دیگه. اکثر بچه ها همینه. اینقدر بخوام ببینم فیلگر داری یا نه. بازی میکنم باش. اون دنبال استسه در میره، یه دوتا بلیک میزنیم کمپ میکنیم. آیتم دومم بگم حالا نمیدونم خریدم یا آیتم دومه با اینم بلیده، اون شمشیر سبزه که 3010 تا گلد میخواد، ما بهش میگیم بلید. خیلی فیزیکال رگیده و باعث میشه توی اولتتون شما خیلی مثلا فیزیکال اتک خام بسید، همه اسکیلاتون دمیجش میره بالا و زورتون زیاد میشه. آیتم بعدی هم که اون کلت است که توی بازیه و فیزیکال پن میده، اون زرده یه کلتوریه. این نکنید. حالا این دفعه هم باراتو میزنم بعدم در نمیریم. این یه اشتباه دیگه با این، ببین شما با این از اول در اومدی در نرو، یه سبوک سنگین کن. اگه دیدی حتی میتونی یه نمیرو بزنی باز برو اصلا 3 تا 4 بزن بمیرسه، فقط برو. جدا خیلی خوب میشه باش اینجوری زد. مثلا ممکن بزنی نمیری ببینی برین 3-4 نفر، چون موقع اولتت نه اسام میشی، فقط فرانکو و کاجان میتونن بگیرنت. شما با یه مقداری جسور و شجاع باشید، ترسون نباشید، چون چشاتون رو خون بگیره. مثل من میخوای کیل میخواید بگیرید، کیل میخوام کیل حواستون جمع کنید اشتباه برداشت نکنید. ادامه میدیم، اینو میگیرم حالا اینم میزنه تیمم. به چوه اون پشت کمپ کرده و تو مچ ما نمیدونستی. من اینجوریرم راه میرم اونجا در میام، میترسم دیگه، اولت ندارم برم. همین شما باید از موبیلیتیتون بیشترین استفاده رو ببرید تا بتونید با انمی بازی کنید. انمی خسته میشه آخرم، این چرا نمیمیره. این با یک میزنم تا وقت نمیشه. با اولت نباید برید سراغ، یعنی با یک هم تمام کنید. بعضی وقتا این وان شات میشه، اینقدر قوی زورتون زیاده. ولی خب اون اتفاق معمولا وقتی میفته که شما خیلی جلو باشید یا مثلا یارو مارکسمن میجی باشید کنارش کسی نباشه. حالا ببینم، فکر کنم آخر بازی هم آیتما رو یه سر نشون دادم. این بارات هم میگیری، من گفتم بارات رو اصلا یه لول هم پایین تره، میگم پایین تره، میگیرم میزنم، مثلا ترس نداریم ازش، خیلی راحت. ببینید شما با این باید، من که 5 اتاک میام به نظرم. ببینید آخر میبینید لیت گیم ضعیف میشه. این شما به زور میتونید یه نفر رو بکشید، تاش 2 نفر لیت گیم، و اگه درست بازی کنید الیه میتونید 3 4 الی 5 نفر هم تو تنهایی بزنید اگه درست بازی کنید. اگه خب سخته دیگه، توی میتیکا و رنگ‌های بالا خیلی نمیشه اونطوری کار کرد. توی لیگ لژند راحته و ما اینو میگیریم در میره. خب میبینید که من دارم فارم در نگاه میکنم، انمی رو تحت فشار گذاشتم تا فارم نکنن زیاد. این نگاه بلو میزنی، بلو کنه من خودت هم بالا میبینی خورد داره در میره. فکر کرده خولت هم نزدم، حتی کشتیمش. نمیزدتم اون هم هدر داده بودم، نذاش دیگه. شوهر رو میبینید
این در میره لامصب. اصلا ملت بزنم بکشمش. بعد پوش داد. ما همچنان باف و کیریپا رو میزنیم. من میگم لورد نزنید. لورد دقیقه زیر 12 فایده نداره وقتی طلایی نیست. تاور رو نمیتونه بندازه، همینجوریش هم نمیتونه بندازه. واقعا چیزی چرتیه، ولی خب دارم میگیرن دیگه، چیکار کنیم؟ ما اینجا وای میسیم. اینی که فکر میکنه داره میاد لورد رو بگیره. آها خب نگرفت. گرفتن. حمله میکنیم. میخوره. پرتم میکنه عقل، البته استانم نمیکنه، عقل نداره. پنجهش هم زد بون، ولی خب من میگیرمش. البته در میره اینجا. آره تو این فایت بعد در میره از دستم. من میگیره. و استرس بدبخت رو میبینید. هیل آخرش هم بهم میده، میمیره. نتونستم کاری واسش بکنم. از وجدان گرفتم. فشاری شدم این دفعه دیگه بزنم بهتری کنمشون. ایتمامو نشون بدم. آخر بازی نشون میدم احتمالا وقتی همه رو گرفتم. ببینم چند تا رو گرفتم. همینجوری بولو رو میزنیم. اینا هم که لوردو گرفتن دارن همینجوری میرن الکی. از مید میرن. خب فایت تموم شد. یه دوتا هم مثل اینکه شهید شدن. اینو میبریم تو اولت. این اول میزنم خالی کنه بعد میزنم. بیلینکاش میزنه جا خالی میزنه میشه. با اول وایسید. این شما این مشتاش هم خیلی قویه. بیسیکت کار دید. چرا؟ چون دمیج خام بستید. سعی کنید با بیسیکت که خالی اول انمی رو تخلیهش کنید. چه میدونم ونجنس و فیلیکر و فریز و ویند آف نیچر و اینا که خالیشه دیگه راحت میتونید خودتون بزنیدش. مارکسمنشون هم یه ویند بسته بود فکر کنم، نمیتونستم بزنمش. اینا آیتما هرکی خواست استوب کنی نگاه بندازه. بکنم اینجا هم نشون ندادن. یه جا جلوتر بودیم فلشر زدم اومد بیرون. حالا مارکسمن گرفتم. میبینید حواسم نبود. آخه معمولا نمیبندن اینا. خب آخرم میمیره، منم میمیرم. این گفت میزنه جا. حواسم نبود، فکر نمیکردم ویند ببنده واقعا بیرودی. ولی خب بستیه. این که غیر ممکنی جوابم میده. غیر منتظر بودم باعث بردش شد. ببینید شما با این تو لیت گیم بعد فقط کسی رو بزنید که میتونید. الان من باراتس رو نمیزنم، باور کنید. میبینید شما میگید باراتس ارلی گیمه، ولی باراتسی که آنجلا روش باشه جدا خیلی خرجوره. اینو میتونستم وان شات کنم، اشتباه محاسباتی کردم، اولد زدم روش بد شد. موش دادیمش. یام خوردن. منم در نمیرم. چی میخوام؟ میبین دارم میخورن. اینجا دیگه تقریبا فهمیدم خودم باید تنها بارات رو ببرم توردم کلکشو بکنم. و دارم پوش میارن. اتفاق فکرم آخر بازی نشون بداره. ببینید یه بار دیگه دونه دونه میگم داریم لورد میزنیم کسی نمیادی. اولی کفش کود داون با جانگلر قرمزه که باعث میشه شما در اولتتون وقتی پنجره رو نی بزنید یه دمیج اضافه بگیرید که خیلی بهتر از یه آیتمه. هم میتونید راه برید، هم سی دی میگیرید، هم دمیج. خب خوبه دیگه. این آخر بازی لازم نیست کفشتون عوض کنید. آیتم دوم اون نیزه آبیه فکر کنم من بهش میگم، که حالا خیلی عادی به نظر میاد ولی یه فیزیکال پنی میده به علاوه پسیو خوب که باعث میشه بیسیکت که تو زیاد یه ضربه اضافه هم بزنه هر 5 ثانیه. آیتم سوم یا دوم دیگه بگیم از این بلید بعد کفش، 3 تا بعد کفش که میشه دومی بلید. آیتم سبزه که باعث میشه شما فیزیکالاتی که زیاد بگیرید. پسیوش رو زیاد والو نفهمیدم، پسیوش کسی واسه پسیوشون رو نمیگیره زیاد، بیشتر خود فیزیکالاتی که زیادش. آیتم بعدی کلت. آیتم سوم میشه تقریبا میشه گفت بعد به جز کفش حساب نکردم. کلت چرا فیزیکالی فهمیدید باراست رو میذارم فیزیکالی فهمش نمیدونم. آیتم چهارم فکر کنم سیاف هال برد هل برد چیه اینا؟ اون نیزه که آنتی هیل اتکا ما بهش میگی 50% هیل انمی رو کاهش میده
دیل گرفتن انمی رو و 8% هم به دمیجتون اضافه میکنه اگه جلوتر باشید از انمی و اتک اسپید هم اضافه میکنه. اینها این آیتماست. آخری هم اندلس بتل، یه پسیوی داره که شما بر اساس فیزیکال اتکتون 60% فیزیکال اتکی که بستید اینا میرن اینم سریع میخوره به ازای 60% فیزیکال اتکی که بستید این یه بیسیک اتک میزنید یه دمیج سفید میخوره به اون میگن ترو دمیج. چیه اون دمیج؟ ببین یه بنفشه، یه سبز چی و یه بنفشه، یه قرمز، یه سفید. بنفش که میجه هیچ فیزیکال اتک هم که فیزیک چی، قرمز که فیزیکال اتک یعنی هیچی. بذاریم کنار. شما وقتی سفید میزنی یعنی اینکه هیچ گونه دیفنی روش نداره، نه فیزیکال دیفن نه ماجیک دیفن، روش اثر نمیکنه و تمام دمیج رو انمی میخوره. ولی خب دمیجش کمه دیگه، من نسبتا مثلا 250 تا اینا میزنه، ولی خب خیلی خوب مثلا رو لینک خوب میشه چون چند تا میزنی. من روی میام دیگه، حالا 5 اتک اینطوری میریم انمی رو قشنگ میزنیم میشویم حال میکنیم. من یه وقت کنم یه ویدیوی آیتمم واسه تون میذارم. دارن یارا نمیدونم اون 4 رو چجوری میخورن. این 3 تاشون سمت منن، سمت من که نه، یکیشون اون بره 2 تاشون این برن. دارم داره حرکت میکنم به سمت لورد رو زدن. جلا رفته بود تو چوب این زدن، ولی خب فایت منم شوشون میبینید دانو میاد مثل وحشی ها. منم چه در رو نیستم، خیلی شانسی میزنم. شانسی هم نه، خیلی ریسکی، یا من میبردم یا اون. خیلی چون لیت گیمه، واقعا لیت گیم مارکسمن قوی تر از چیزاست. جانگلر داری مثل من داره، مثل گیم و بازی هم دیگه تهشه. من گول میزنم بیا پیدی زنیم ناکار. حالا یکم شنگورت بازی در میاریم. ویدیو یه نمودی دیدی اینجوری بازی میکنم دیگه تو میتیک هونور 30 ستاره تقریبا. وقت نکردم زیاد رنگ ها کنم برسم گلور این دفعه. ممنون که ویدیومو دیدید. من بازم از این گیم پلی ها، آیتما، چنم توضیحات هیروهایی که بلدم و اینا رو میذارم. اینم آیتما و نتایج و همین که این 5 تا آیتمه، اینم دمیج هست. فعلا